سلام دوستان، خدا کنه که جور صحتمند باشین. در این ویدیو قراره که با همدیگه ترسای دو پیازه رو ببینیم. یک دو پیازه فوق العاده خوشمزه و عالی. دوستان همینطور که میدونین دو پیازه رو بیشتر با گوشت گوسفند درست میکنن، خوشمزه میشه. اما من این بار با گوشت گوساله درست کردم که اگه به همین طریق درست کنیم دو پیازه گوشت گوساله به اندازه گوشت گوسفند خوشمزه میشه. خب دوستان، برای پخته کردن نرم کردن گوشت میتونین که از دیگ عادی هم استفاده کنین، از دیگ بخار هم استفاده کنین. اگر عجله داشتین خواستین زودتر پخته شه از دیگ بخار استفاده کنین. 4 دانه پیاز من رنده کردم با رنده درشت. البته پیازای رنده شده رو میریزیم داخل دیگ بخار، روش یکم روغن اضافه میکنیم، گازم روشن میکنیم. دوستان پیازا رو قرار نیست سرخ کنیم، زیاد تفت بدیم، فقط یک کم به اندازه 1-2 دقیقه روی گاز تفت میدیم، به هم اندازه که در تصویر میبینین. پیاز به همین رنگ برسه کافیه دیگه، چون که قرار نیست پیازای ما سرخ شوه. و حال گوشت اضافه میکنیم، هر چقدر که لازم داشتین یا تعداد نفرتون بود هم گوشت میگیرین اضافه میکنیم. و گوشتای دو پیاز هم زیاد نباید خرد شوه، به همین اندازه که من خرد کردم در تصویر میبینین، همینقدر کافیه. وقتی که گوشت به پیاز اضافه کردیم، حالا شعله گازم زیادتر میکنیم، یک چند دقیقه داخل پیاز گوشت خوب سرخ میکنیم تا بوی خامی گوشت گرفته شوه. و حالا 3 حبه سیر اضافه میکنیم. من همطوری سالم اضافه کردم، شما اگه دوست داشتین میتونین که رنده کنین یا له کنین سیرو. به اندازه نصف قاشق غذاخوری زردچوبه اضافه میکنیم، به اندازه نصف قاشق چایخوری زیره اضافه میکنیم، نصف قاشق غذاخوری هم فلفل سیاه میزنیم و خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم تا گوشت و ادویجات خوب مخلوط شوه. دوستان دو پیازه اگر رقم یعنی چند رقم دیگه داره، اگر رقم دیگه هم اینطوری هست که اصلا پیاز داخل یعنی گوشت داخل پیاز اصلا تفت نمیده، پیازا رو حلقه خرد میکنن، گوشت میچینن، بعد دوباره یک لایه دیگه پیاز حلقه شده روی گوشت میچینن و ادویه اضافه میکنن، در مایتابه دیگه میبندن تا پختش جا بیافته. و این رقم که من درست کردم خیلی خوشمزه میشه. امیدوار هستم شما از آنم درست کنین و از طعم مزهش لذت ببرین. دوستان اینجا آب اضافه میکنیم، 3.5 لیوان آب جوش اضافه میکنیم، آب سرد نباید باشه. 3.5 لیوان آب جوش اضافه میکنیم، به قدر ضرورت هم نمک اضافه میکنیم، بعد در دیگه میبندیم و بعد میذاریم به مدت 45 الی 50 دقیقه روی گاز تا پخته شود. دوستان این در مورد گوشت گوساله بود. گوشت گوسفند زودتر پخته میشه، نیم ساعت داخل دیگ بخار بذاریم پخته میشه و آبم کمتر میریزیم، یعنی 1.5 لیوان آب جوش بریزیم کافیه برای گوشت گوسفند. و حالا بعد 50 دقیقه همونطور که میبینین دوستان گوشت ما نرم شده و آبی که اضافه کرده بودیم خیلی کافی و به اندازه بود. یعنی گوشت ما نرم شده اما آب نه خیلی زیاد داره نه خیلی کم داره، خیلی خوب و عالی شده همونطور که میبینین. و حال گاز خاموش میکنیم، گوشت میذاریم کنار، فعلا میریم سراغ پیاز دومی. دوستان دوباره پیاز لازم داریم، برای همین دیش میگن دو پیازه، چون 2 بار پیاز دیگه گوشت اضافه میشه. یک کمی روغن نیاز داریم میریزیم، به خاطر که میخوایم یکم پیازا رو تفت بدیم. روغن میریزیم داخل یک مایتابه یا دیگ مناسب، هر رقم دیگ یا مایتابه که در دسترس داشتین از همون استفاده میکنیم. 4 دانه پیاز نیاز داریم دوستان. دو پیازایی که من استفاده کردم نه خیلی بزرگ بود نه خیلی کوچیک بود، پیازای متوسط. همینطور که میبینین حلقه خرد میکنیم پیازا رو. البته اگه شما دوست داشتین که پیازی دو پیازی شما یعنی زیادتر باشه میتونین که از پیازای زیادتر استفاده کنین، یعنی 5 دانه 6 دانه، ولی همین قدر کافیه. پیازایی که اضافه کردیم داخل روغن یک کمک به اندازه 1 دقیقه اجازه میدیم یک کم پیازا نرم شوه. و حالا ادویجات اضافه میکنیم. دو پیازه ادویه زیاد نمیخواد، زردچوبه فقط میخواد، فلفل سیاه میخواد و فلفل قرمز اگه دوست داشتین یک کم اضافه کنین. و به خاطر از اینکه گوشت گوساله طعم سرد داره دوستان، مثلا کردم فلفل سیاه کم زیادتر بزنم و همین رقم نصف قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز هم اضافه کردم. هم خیلی خوشمزه میشه هم که سردی گوشت کم میگیره. همه گوشتا رو میریزیم اضافه میکنیم روی پیاز و لعابی که داخل دیگ بخار مانده بودم بازم روی گوشت و پیاز اضافه میکنیم میریزیم. و دفعه دوم دیگه نیازی نیه که گوشت روی حرارت زیاد بمانه، به خاطر از اینکه گوشتا پخته شده هست دوستان. همین قدر میذاریم که گوشت همراه پیاز دومی که حلقه خرد کرده بودیم خوب جا بیافته. و اگر نمکش کم بود یک کم نمک هم اضافه میکنیم. به اندازه 4 قاشق غذاخوری آب نیاز داریم که باید آب جوش باشه. همونطور که دیدین دوستان من آب داخل دیگ بخار ریختم تا یک کم لعابی که مانده آب با همون قاطی شه و بعد روی گوشت اضافه کردم. حرارت هم خیلی کم میکنیم، در مایتابه رو میبندیم به مدت 15 دقیقه میذاریم که دو پیازه ما روی حرارت بمونه تا خوب جا بیافته. بعد 15 دقیقه دو پیازه خوش رنگ و خوشمزه ما آماده شده. دوستان من دو پیازه رو اکثر وقتا به همین ترتیب درست میکنم، اما خیلی دوست دارم بدونم که شما عزیزان چی رقم دو پیازه درست میکنین. خوشحال میشیم در بخش کامنت ها برای من بنویسین که شما دو پیازه رو به چه طریق درست میکنین. دوستای عزیزم بود از برنامه آشپزی امروز ما. دو پیازه خوش رنگ و خوشمزه ما آماده شده، واقعا خیلی خوشمزه است دوستان. گوشت گوساله رو به همین طریق درست کنین خیلی خوشمزه میشه.
به قدر اندازه گوشت گوسفند خوشمزه میشه. همینطور که میبینید دوستان دو پیازه ما بسیار خوش رنگ و خوش لعاب شده. لعاب هم داره که کنارش یک برنج هم دم کنین و با برنج نوش جان کنین. دوستان عزیز تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگر از ویدیوی من خوشتون آمد ویدیوی من لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین و زنگوله هم فعال کنین.